بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام. با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جوابی سلام شد. بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. خوشبختی را برای شما آرزو میکنم. موضوع صبح بخیر امروزی شما خوشبختید یا نه؟ من میخواستم بگویم. اگر اجازه بدید من اول یک داستان بگویم، بعد شما ادامه بدهید. بله، من هم مشتاق هستم. داستانتان را بفرمایید. راننده تاکسی گفت: آیا میدانی بهترین شغل دنیا، بهترین کار دنیا چیست؟ گفتم شما بگویید. راننده تاکسی گفت: همین راننده تاکسی بودن بهترین شغل دنیاست، بهترین کار دنیاست. گفتم خب چه خوبی دارد، بگویید بدانم. راننده تاکسی گفت: هر مسیری که بخواهی میروی، هر وقت دلت خواست استراحت میکنی، هر وقت خواستی کار میکنی، آدمهای جدید و مختلف را میبینی، حرفهای مختلف، داستانهای مختلف میشنوی. گفتم خوش به حالت. راننده رو کرد به من و باز گفت: میدانی بدترین شغل دنیا کدام شغل است؟ گفتم نمیدونم، شما بگویید. گفت همین راننده تاکسی بودن بدترین شغل دنیاست. تعجب کردم. راننده ادامه داد و گفت این شغل بدترین شغل دنیاست، چون 2 روز کار نکنی نان برای خوردن نداری. از صبح ترمز، گاز، ماشین، دود، پا درد، زانو درد، میان درد، قسمای احتیاطی ماشین هم که گران شده است. یک تصادف بکنی واویلا می شود. هر مسیر مسافر میگوید باید بروی. بعضی وقتها هم با مسافران به خاطر کرایه دعوا می شود. به راننده نگاه کردم. راننده خندید و گفت زندگی همه چیش مانند این است. هم می شود خوب نگاه کرد، هم می شود بد نگاه کرد. آدم ها فکر میکنند که خوشبخت یا بدبخت آفریده شدند، اما واقعیت این است که آدم ها خوشبخت یا بدبخت میشوند با دیدگاهی که دارند و مسیری که انتخاب میکنند. بله شهناز بانو، بعضی ها یک سنگ را مانع میبینند و بعضی ها همان سنگ را سکویی برای بالا رفتن میبینند. مسئله این است که تو دنیایت را از چه دریچه‌ای میبینی و با چه انگیزه‌ای آن را شکل میدهی. جهان محیطی است، خنثی و خمیر است آماده شکل گیری. هر کس آمده تا دنیای خودش را داشته باشد و هر کس مسئول آینده است که با رفتار و باورهای خودش می سازد. مهارت و پشتکار که نداشتند، تسلیم که شدند، بخت و اقبال را بهانه می کنند. مشکل از جهان نیست، مشکل از جهان بینی آدم هاست. بانو شهنازه و شنوندگان عزیز رادیو مهر، اجازه بدهید تا یک داستان دیگری برای شما در همین باره نقل کنم. از خاله سوال کردند. گفتند شنیده ایم پسر و دخترت هر دو ازدواج کردند. آیا از زندگی خود راضی هستند؟ خاله جواب داد دخترم زندگی خوشی پیدا کرده است، همان زندگی که همیشه برایش آرزو داشتم. دست به سیاه و سفید نمیزند، صبحانه را در رخت خواب میخورد، بعد از ظهرها هم 2-3 ساعت میخوابد، عصر با دوستانش
به گردش و تفریح می رود. شب هم با تفریحاتی مثل سینما و تلویزیون سر خود را گرم می کند. یقین دارم که دامادم هم با داشتن چنین همسری سعادتمند است و خوشبخت است. پرسیدند خاله وضع پسرت چطور است؟ آیا از زندگی که دارد راضی است؟ گفت آه خدا نصیب نکند یک زن تنبلی سوست کار که خانه شوهر را با تنبل خانه اشتباه گرفته است. دست به سیاه و سفید نمی زند. اصرار دارد که صبحانه را در رخت خواب بخورد. تا ظهر هم خامیازه می کشد. عصرها هم از خانه بیرون می رود و تا نصف شب مشغول گردش است. با وجود این زن پسرم بدبخت است. هر کس برای اصلاح خودش تلاش کند خوشبخت می شود. هر کس خود را در لذت‌ها رها کند بدبخت می گردد و بی بهره می ماند. خوشبختی و بدبختی به جهان بینی ما برمی گردد، به تلاش ما برمی گردد. پس با این حال همه ما خوشبخت هستیم. بله بانو شهنازه، همین است. همه ما خوشبخت هستیم. خوشبختی و بدبختی برمی گردد به جهان بینی ما. امیدوارم شنوندگان عزیز از این برنامه ما هم خوششان آمده باشد. شنوندگان عزیز، من آرزو دارم همه تان خوشبخت باشید و همیشه دیدی زیبا داشته باشید. تا برنامه بعد خدا نگهدار. تا برنامه بعد خدا نگهدار. جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده.